با سپارش رئیس جمهوری قزاقستان توکایف ساختار کمیته امنیتی ملی از نو تشکیل می شود. در این باره در سامانه خدمات خبر داده شده است. در اساس دستور و سپارش های سروری دولت که 11 ینور در جلسه عمومی مجلس نمایندگان و روز 27 ینور در جلسه شورای امنیت اعلان شده بود. کمیته امنیتی ملی قزاقستان جهتی بازسازی فعالیت این شعبه به کار شروع کرد. گفته شده است در خبر رسمی خدمات. در ریاست اظهار داشتند که عاید به بهاگذاری و مناسب گردانی ساختار عهدهداری مقامات کمیته امنیتی ملی از جمله خدمات سرحدی و خدمات تعیینات مخصوصی گروهی کاری تشکیل می شود. مسئله های تجدید ساختار فعالیت و تحکیم واحدهای مبارزه با تروریسم، جنایت های متشکل فراملی و گردش غیر قانونی مواد مخدر، اینچنین تامین امنیت اقتصادی علاهیده تاکید کرده شده است. برای پرزور نمودن آمادگی جنگی هیئت شخصی تدبیرها تهیه گردیدند. گفته شده است در خبر. با گفته توکایف کمیته امنیتی ملی نتوانست رویدادهای ماه ینور را پیشگویی کند که بنابر آن خدمات بازسازی خواهد شد. با وجود این کارشناسان قید میکنند که سبب اصلی کاملا دیگر است. با توکایف تنها لازم است که صفهای کارمندان کمیته امنیتی ملی را همه جانبه تازه کند تا شخصانی به او صادق نبوده را از بین برد و به جای آن شخصیت‌های به او صادق را شخصا معرفی کند. تجدید ساختارهای خدمات مخصوص پس از تغییر قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یک تجربه معمولی است. به این ترتیب رئیس جمهوری ازبکستان میرزیویف پس از به قدرت آمدن در سال 2018 خدمات امنیتی ملی بدنام شده را دوباره بازسازی نمود و حتی نام آن را به خدمات امنیتی دولت تغییر داد. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda